با این ترفند میتونی همیشه اینترنت نامحدود رایگان داشته باشی. قبل از اینکه آموزشش رو براتون بذارم، لیست کشورهایی که میتونن از این قابلیت استفاده بکنن توی کپشن براتون نوشتم که خوشبختانه ایران، ترکیه و قبرس هم جزشونه. من خودم قبرس زندگی میکنم، روی اپراتورهای تورکسل و ودافون تست کردم، فوق العاده جواب میده. بریم آموزشش رو ببینیم. برای استفاده از این ترفند برید توی پلی استور یا اپ استورتون، برنامه رو سرچ بکنید، اسم برنامه رو توی کپشن نوشتم. من از قبل این کارو کردم، بازش میکنم. قبل از اینکه بخوام تستش بکنم، اینو میام اول وای فایم رو قطع میکنم و اینجا بهتون نشون بدم که توی تورکسلم هیچ اینترنتی ندارم، یعنی بسته اینترنتی ندارم. عملا من به اینترنت هیچ دسترسی ندارم. برنامه رو بازش میکنم، استارتش رو میزنم و منتظر میشم که برنامه فعال بشه. وقتی این صفحه بیاد یعنی این فعاله، اینترنتتون وصل است. حالا میخوایم تستش بکنیم، مثلا میایم توی یوتیوب، بیام اینجا مثلا موزیک رو حالا که تبلیغات من اینو قطعش میکنم. کلا به همین راحتی این برنامه براتون فعاله.